گروه ساختمانی اسپیران. یک دوست بزرگواری دارم، از پرواز با هواپیما میترسه. همه سفرهاش رو با اتوبوس و قطار و ماشین شخصی میده و وقتی بهش میگیم که چرا سوار نمیشی، یه جمله خیلی معروف داره، میگه آدم عاقل پاش رو از رو زمین نمیکنه. این جملهش همیشه آویزه گوش منه، همیشه بهش فکر میکنم و وقتی به کنه مطلبش پی میبرم به این نتیجه میرسم که بله، زمین طلاست و هیچ آدم عاقلی پاش رو از روی زمین نمیکنه. حالا حرفم چیه؟ شما میتونید برید تو همه بازارهای سرمایه، از طلا و بورس و سکه و ارز و ارزهای دیجیتال ورود کنید، سرمایه گذاری کنید. یک روزی بالاست، یک روزی پایینه. روزی که بالاست خوشحال و شادی، روزی که پایینه ناراحت. ولی هیچ وقت اینو فراموش نکنید، هیچ وقت زمین ارزشش رو از دست نمیده و نداده و نخواهد داد. آدم عاقل پاش رو از روی این زمین نمیکنه. که داریم میبینیم 10 هکتار زمینه. من نمیگم بیاید 10 هکتار زمین رو بخرید، نه، قراره تو مجموعه 10 هکتاری ما 2000 واحد طی 4 سال آینده ساخته بشه. گروه اسپیران سازنده پروژه های مسکونی و انبوه‌سازی در تهران و البرز متولی ساخت این پروژه است. شهرک آداک با همه امکانات، مشاهات آبی و هر چیزی که شما انتظار دارید اینجا قراره بسازید. برای اینکه بخواید سرمایه گذاری کنید حتما کپشن ما رو بخونید، با ما تماس بگیرید، ما رو توی اینستاگرام و توی یوتیوب دنبال کنید. خیلی خوشحال میشم. مخلصم. گروه ساختمانی اسپیران